خیلی ممنونم که بیمه رو به من معرفی کردید، ولی من به بیمه نیازی ندارم. سلام، اگر شما هم جزو اون دسته از دوستانی هستید که به بیمه نیازی ندارید، من یه سوالی از شما دارم. دقیقاً فکر میکنید کی به بیمه نیاز پیدا میکنید؟ و سوال دومم اینه که آیا زمانی که به بیمه نیاز پیدا کردید شرکتی حاضر هست که شما رو بیمه بکنه؟ یا اصلا اگر ما میدونستیم چه زمانی چه وقتی به بیمه نیاز داریم، آیا اصلا بیمه معنی و مفهومی پیدا میکرد؟ شما فرض کنید که یک نفر خدایی نکرده با ماشین از روی یکی رد شد و بیمه ثالث هم نداره. مراجعه میکنه به یکی از دفاتر بیمه و میگه آقا من یه نفر رو زدم کشتم، حالا بیاین برای من بیمه ثالث صادر بکنید. به نظر شما پاسخ اون نماینده و اون شرکت بیمه چیه؟ دقیقاً مثل من خندتون میگیره دیگه، میگه آقا زدی کشتی الان میخوای بیمه بکنی؟ اما اگر قبل از وقوع حادثه شما بیمه تو تهیه کرده باشی، اونجا حق انتخاب داری، آپشن داری که بیمم رو با چه آپشن هایی، با چه گزینه هایی بتونم خریداری بکنم که اگر خدایی نکرده اتفاقی افتاد از بیمه بتونم خسارت کامل دریافت بکنم. ما الانی که نیاز به بیمه نداریم، اگر بیمه رو تهیه بکنیم، زمانی که بهش احتیاج پیدا بکنیم بیمه به کمکمون میاد. در همین راستا یه خاطره میخوام براتون تعریف بکنم. چند سال پیش یه دوست عزیزی با من تماس گرفت و گفتش که علی هنوز تو کار بیمه ای؟ گفتم بله. گفت میتونی برای من بیمه صادر بکنی؟ گفتم بله حتما، چرا که نه. 3 سال قبل از این تماس من بهش گفته بودم که بیمه زندگی رو برای خودت خریداری بکن و اون زمان گفته بود نه نمیخرم و نخریده بود. و سوال شد برام، گفتم چی شده که بعد از 3 سال الان تماس گرفتی و میگی برای من بیمه رد بکن؟ گفت من سرطان گرفتم و بابت هزینه‌های درمانم دارم وسایل خونم رو میفروشم. و اونجا خیلی من ناراحت شدم. گفتم که فقط میتونم برات دعا بکنم که انشالله سلامتی تو به دست بیاری، اما از لحاظ بیمه‌ای نه من نه هیچ شرکت بیمه‌ای شما رو تحت پوشش خودش قرار نمیده. که خدا رو شکر درمانش تموم شد و الانم در صحت و سلامت کامل داره زندگیش رو میکنه. اما دیگه این شخص هیچ شرکت بیمه‌ای رو نمیتونه مراجعه بکنه و بیمه برای خودش رد بکنه، چون جزو سوابق بیماریش این سرطان درد شده. حالا اما اگر قبل از این اتفاق این بیمه‌نامه رو برای خودش صادر کرده بود، هم میتونست پوشش سرطانش رو از این شرکت خسارت دریافت بکنه و هم میتونست بیمه‌نامش ادامه پیدا بکنه و آخر قرارداد اون مبلغی که داخل صندوقش هست رو حالا به صورت یکجا یا به صورت مستمری دریافت بکنه و فاقد بیمه دیگه نباشه. رفیق عزیز من، علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. امروز که به بیمه نیاز نداریم وقتشه که بیمه بخریم.